سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون کریپتوآنالیز. امروز سه‌شنبه اولین روز از آبان ماه 1403 طبق معمول با یک کلیپ تحلیلی خبری دیگه در خدمتتون هستم. بریم که 2 دقیقه اخبار رو مرور کنیم و بعد از اون تحلیل بیت کوین و مارکت رو با هم ببینیم. خبرها رو شروع کنیم با استرالیا. رگولاتور این کشور اعلام کرده مدیر سابق ماین دیجیتال 1.5 میلیون دلار از یک بیت کوینر سرقت کرده و این اتفاق 2 ماه قبل از سقوط و اعلام ورشکستگی این شرکت افتاده. و خبر دوم مربوط است به لجر، کیف پول محبوب. امکان استفاده از شبکه تورچین رو در نرم افزار خودش فعال میکنه و استفاده کنندگان از این به بعد میتونن با استفاده از این شبکه به تبادل ارزهاشون بپردازن و هزینه تراکنش کمتری رو بپردازن. و آخرین خبر امروز چین لینک رو داریم با ارز اختصاصی لینک که به سمت استفاده از هوش مصنوعی با سرعت داره پیش میره و قراره که با شرکت های فرانکلین و یو بی اس همکاری بکنه. ضمن اینکه در پایان این ویدیو چارت چین لینک رو هم با هم تحلیل خواهیم کرد. بریم سراغ توکن آنلاین. همون جوری که توی تصویر میبینید از دیروز تغییر نکرده. امارس، آدا، اپکس دیروز در مورد هر سه صحبت کردیم. فقط من باز یادآوری کنم اگر هولدر امارس و اپکس هستید قرار هست که مقدار زیادی توکن آزادسازی کنن و وارد چرخه مارکت بکنن. پس حواستون به چارت و نوساناتش باشه. و فاندینگ ریت که همچنان جنگ بین خریداران و فروشندگان رو نشون میده، تلفیقی از مثبت و منفی بین صرافی‌های مختلف هستش و این نشون میده که در واقع یک جنگ خیلی سختی در گرفته بین خریداران و فروشندگان و بیت کوین همچنان بلا تکلیف که در تحلیل راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ شاخص ترس و طمع روی عدد 70. ضمن اینکه دیروز عدد 72 رو ثبت کرده اما همچنان با اینکه دو واحد نسبت به دیروز کاهش داشته در محدوده طمع قرار داره. و در آخر تقویم اقتصادی رو داریم که امشب قرار نیست اخبار خاصی یا آمار خاصی منتشر بشه از فدرال رزرو و نوسانی در چارت نخواهیم داشت. بریم سراغ بیت کوین و تحلیل بیت کوین رو با هم ببینیم. بیت کوین رو داریم دوستان در تایم فریم روزانه و میبینید همون جوری که دیروز بهتون گفتم بعد از برخورد کردن به سطح 69500 تا 70000 دلار یک کندل قرمز رنگ اصلاحی بست و امروز بسیار کندل جذابی رو داره میبنده و اگر تا فردا این کندل رو بدون شادو ببنده انتظار داریم که حرکت رو به بالاش ادامه پیدا بکنه. بریم در تایم فریم 4 ساعته و اونجا ببینیم به چه شکل هست. تا زمانی که این سطح رو از دست نداده همچنان میتونه صعودی باشه، مگر اینکه بخواد اخباری از جنگ به گوش برسه که در اون صورت تمام تحلیل های تکنیکال فیل خواهد شد و مارکت ممکنه کرش بکنه. این رو گفتم برای اینکه مواظب پوزیشن هاتون باشین، اما این اگر هم اتفاق بیفته در کوتاه مدت خواهد بود و روند بلند مدت بیت کوین همچنان صعودیه. و ضمن اینکه اگر اومد پایین بیت کوین و مارکت کرش کرد میتونه به ما فرصت ورودهای مجدد بده، هر چقدر پایینتر در واقع شانس بهتر برای ورود به مارکت و سوار شدن بر این قایق برای سود گرفتن از بیت کوین و حالا اسست های دیگه. تارگت ها رو روی تصویر کاملا مشخص کردم براتون. اگر بخواد کرش بکنه و بیاد این سطح رو از دست بده، داریم عدد 64700 دلار و بعد از اون 62500 دلار و در نهایت 60000 دلار که بعید میدونم به اونجا برسه. اما یه تریدر خوب همیشه 50% از پولش رو نقد داره برای فرصت‌های اینچنینی و شکار کردن در واقع ریزش‌ها و خرید در کف‌های مارکت. اما اگر فردا بخواد کندل رو در واقع همونجوری که عرض کردم خدمتون بدون شادو ببنده این کندل روزانش رو و حرکت صعودیش رو ادامه بده، باز هم همونجوری که بهتون گفتم قبلا تارگت هاش اول همون 70000 دلار و بعد از شکستن 70000 دلار ATH و بعد در اونجا باید واکنشش به ATH رو ببینیم و تحلیل بکنیم که قرار هست مارکت ادامه بده روند صعودیش رو که من فکر میکنم صعودی باشه و همچنان ادامه بده بره برای قیمت های بالاتر، یا اینکه قرار باز اینجا ریجکت بشه حالا بیاد اصلاح بکنه بعد باز مجددا حرکت صعودیش رو ادامه بده.
دامیننس تتر رو با هم میبینیم در تایم فریم روزانه و همچنان زیر این سطح مقاومتی که در واقع قبلا سطح حمایتی بود و خیلی خوب عمل کرد، 2 بار پرتابش کرد، یک بار 22% و یک بار 11% به بالا و در نهایت برخورد سوم باعث شکست سطح شد و همونجوری که باز دیروز خدمتتون عرض کردم الان در حال پول بک زدن به این سطح و انتظار میره بعد از اینکه کندل بسته بشه، این کندل روزانه به این شکل بسته بشه، ادامه روند نزولی رو داشته باشیم تا سطح 4.70 4.70 و این میتونه باعث رفتن بیت کوین به سمت ATHش بشه. بریم توی تایم فریم 4 ساعت هم یک نگاهی بهش بکنیم. توی تایم فریم 4 ساعت هم دقیقاً همون چیزی که عرض کردم خدمتتون کاملا مشخص و واضح هست. توی تصویر دارید میبینید این سطح رو با قدرت شکسته و از دست داده و اینجا در حال پول بک زدن هست. به محض اینکه پول بکش تکمیل بشه من فکر میکنم ادامه روند نزولیش رو با هم ببینیم تا همون 4.70. اما اگر به 4.70 رسید چون برخورد در واقع دومش هست، احتمال اینکه بخواد اینجا یه مقدار رنج بزنه یا یه حرکت رو به بالا داشته باشه بعد ادامه روند نزولیش رو بره هست و باید این رو هم در نظر بگیریم. بریم با هم چین لینک رو همونجوری که بهتون قول دادم بررسی بکنیم و ببینیم عرض لینک به چه شکل. عرض چین لینک رو با هم داریم همونجوری که اول ویدیو بهتون گفتم. بریم که با هم بررسیش بکنیم. توی تایم فریم هفتگی هستیم و ببینید اینجا بعد از این باکسی که تشکیل داده و ماها در واقع درگیرش بوده با قدرت چطور شکسته این سطح مقاومتی رو. یه چیزی حدود من فکر میکنم دقیق بهتون بگم 135% بعد از شکست این سطح رشد داشته و الان در حال اصلاح کردن هست. البته بیشتر از 50% اصلاح کرده ولی اومده اینجا و در واقع به سطح بالای به خط بالای این باکس واکنش نشون داده. اینجا نقدینگی رو جمع کرده و مجددا در تایم فریم هفتگی من فکر میکنم بتونه تا این سطح در واقع $15 و حتی $18 بالا بیاد. بذارید قبل از اینکه بریم توی تایم فریم روزانه من سطح مقاومتی $18 رو هم اینجا مارک بکنم برای تحلیل های آیندهمون و تارگت نهاییش که میتونه $23 باشه. ضمن اینکه باید بهتون بگم که چین لینک معمولا خیلی آرومتر نسبت به بقیه ارزها رشد میکنه و حرکتش کنتر هست به خاطر مارکت کپ خیلی بالایی که داره. بریم توی تایم فریم روزانه. توی تایم فریم روزانه همون جوری که دارید میبینید اینجا یه سطح داریم $13. اگر این $13 رو بشکنه تارگت بعدیش میتونه $15 باشه. در غیر این صورت میتونه برگرده یه پول بک به $10 بزنه. پس در نتیجه اگر خرید نکردید و قصد خرید لینک رو دارید صبر بکنید یا اینکه بیاد $13 رو بشکنه با قدرت توی پول بک روی خود $13 خرید بکنید با تارگت 15 19 و $23 و اگر اینکه مارکت نزولی شد به اعداد بین 9 تا $10 بسیار محدوده مناسبی هست برای خرید کردن با همون تارگت هایی که عرض کردم خدمتتون. ضمن اینکه اگر $13 رو بشکنه تارگت اولش میتونه یه چیز اولوش 13%، تارگت دومش 42% و بذارید من تارگت سومش رو هم براتون محاسبه بکنم. تارگت سومش اگر تا $23 بخواد بره تا حدود 75% میتونه به ما سود بده. این زمانی هست که ما روی $13 خرید بکنیم و اگر روی $9 یا حالا $10 بخوایم خرید کنیم یه چیزی هلوش 100% تا 140% تا $23 میتونیم ازش سود بگیریم. پس عجله نکنید. اگر قصد خرید لینک رو دارید یا بیاد بالای $13 این سطح $13 رو بشکنه اینجا در واقع پول بک بزنه. توی پول بک زدن با تاییدیه خریدتون رو انجام بدین. در غیر این صورت اگر به همون شانس ورود توی اعداد پایینتر رو بخواد بده میتونیم توی تایم فریم روزانه روی $10 خرید رو انجام بدیم و انتظاری یه سود بین 100 تا 140% ازش داشته باشیم. ضمن اینکه این تحلیل توی تایم فریم هفتگی و روزانه است پس قطعاً زمان بر خواهد بود.
اگر خرید کردید باید هولد بکنید و حوصله و صبر داشته باشید تا بره به تارگتش برسه. ممنونم که باز هم همراه من بودید مثل همیشه. لطفا کانال رو به دوستان خودتون معرفی بکنید و با سابسکرایب کردن از من حمایت بکنید. شاد و پیروز باشید.